با درود خدمت همگی دوستان گل، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. تو این ویدیو خیلی مختصر میخوایم در مورد خصوصیات ظاهری شاب سنگ‌های کربنی صحبت کنیم دوستان گل. و اینجا یک شاب سنگ کندرایت کربنی از نوع CM2 نوع آلنده، نمونه شاب سنگ کربنی ماریچیسون دوستان گل که بسیار جذاب و ارزشمند هست. یک روزی آرزون بود این شاب سنگو از نزدیک ببینمش دوستان گل، ولی الان به لطف خداوند این شاب سنگ رو توی دستم گرفتم و اطلاعاتی که در مورد این شاب سنگ دارم و میخوام با شما دوستان عزیز به اشتراک بذارم دوستان گل. یکی از راه‌های شناسایی این نوع شاب سنگ کندرایت کربنی جذب نسبتاً ضعیف آهنربایی هست نسبت به بقیه شاب سنگ‌های کندرایتی. همه شاب سنگ‌های کندرایتی دوستان گل دارای کندرول هستن. همینجور که توی بافت این شاب سنگ شما میتونید کندرولا رو مشاهده کنید دوستان گل. قسمت‌های از پوسته وجود داره که شما میتونید کندرولا رو روش مشاهده کنید. یکی از این کندرولا دوستان عزیز اینجا هستش، اینجا که انگشت من هست به صورت گرد دیده میشه و شما کندرولا رو میتونید خیلی واضح روی سطح این شاب سنگ ببینید که یکی از علتاش عمر بالای زمینی بودنش هست. اون لایه فیوژن سیاه رنگ که روی سطح این شاب سنگ وجود داشته طی مدت زمانی که این شاب سنگ روی سطح زمین بوده از بین رفته، ولی بافت سیاه رنگ و لکه های کربن توی بافت این شاب سنگ به خوبی دیده میشه. لکه های اکسیداسیون آهن، این دونه های قرمز به خوبی توی این شاب سنگ دیده میشه دوستان گل. و از همه واضح‌تر ترک های انقباضی این شاب سنگ هست دوستان گل که بسیار زیبا و منحصر به فرد کرده این شاب سنگ دوستان گل. از یک طرف اگر مشاهده کنید این شاب سنگ متلاشی شده دوستان گل، ولی طرف دیگه شو اگر مشاهده کنید اون حالت آیرودینامیکی خاص شاب سنگ رو شما میبینید دوستان گل. از این طرف هم به همین شکل هست، شاب سنگ متلاشی شده و فقط این قسمتش صیقل خورده دوستان گل که واقعا بافت زیبا و کهکشانی داره. لکه های ریز کربن و لابلای این کندرولا و قسمت سیلیکاتی شما میتونید مشاهده کنید. ترک های انقباضی که حتی توی بافت به صورت شوک هستش شما میتونید مشاهده کنید دوستان گل. پس شاب سنگ های کربنی نسبت به شاب سنگ های کندرایت معمولی جذب کمتری دارن. این لکه قهوه‌ای رنگ هم که انگشتم دارم اشاره میدم بهش دوستان گل اکسیداسیون آهن هست که روی پوسته این شاب سنگ به خوبی دیده میشه. چگالی نسبتاً بالایی داره نسبت به سنگ های مشابه زمینی خودش.